بعد بارشات ماه اپریل در حالی که امروزها شنیدن پرورده نیهال پومیدور در اوج است در خواجگی دهخانی به نام مرادعلی در دهه واسی آباد ناحیه واسی دهخانان با جمعآوری محصولات کشت بروقتی حاصل پومیدور شروع کردند. رهبر خواجگی مرادعلی عظیموف میگوید که در نتیجه زحمت اعضایان خواجگی و کارکرد سری وقتی امسال نیهالها در حال خوب قرار داشته آنها حاصل فراوان به دست آوردنی هستند. طبق اطلاع در پرورش نیالهای پومیدور کشاورزان از پروی محلی استفاده نموده کوشش نمودند که محصولات استحصال نمودهشان از جهت اکولوژی تازه به استعمال کنندگان پیشکش کرده شود. در این خواجگی سال ششم باز از گرمخانه ثمرناک استفاده برده از حاصل آن درآمد خوب به دست میآورند. درآمد این اکمو در نظرم اینا دیم برشای یا دو بارگاه میگیریم همون داشتم پومیدور کردیم اینا با کردیم با شلو با مخصوص ارگم که 3 تا 4 بار اینا مثال اگر ایش حساب کنیم 4 بار میشه اونا وشا در برش خوش کنیم 4 بار میشه دیگه 3 بار اوزودونه با هم ریختو میگیری وا مهنت میکشه روز نه درون شپین توزا نه میخیل اوزودا و میخیل مهنت میکنی میگیری در شکل کنی بعد بیا پامادر میگیریم چی نیست اونجا. حاصل سبزوات پخته رسیده را 6 نفر ساکنان دهه که با کار دائمی جلب کرده شدند جمع‌آوری می‌نمایند. رهبریت خواجگی طبق طلبات قانون برای کارمندان همه شرایط‌ها را مهیا کرده است. من یک سال شدم اینجا کار میکنم یکم باری آمدم دیدم همین پومیدور حیران شدم. بعد مهنت کردم دیدم خیر مهنت میکردم میشیده بده 800 تومان خیر معاش میگیریم ساز خیر با یاردمون میتن تره. خواجگی داران با متخصصان ریاست کشاورزی ناحیه همکاری زیش دارند با مصلحت و دستور متخصصان عمل می‌نمایند. امروز در ناحیه 9 عدد گرمخانه‌های دائم عمل کننده میباشد و غیر از این باز گرمخانه‌های موسمی است. حجم میدان در ناحیه 0.65 ساتیخ گرمخانه‌های دائم عمل کننده است که این 100% نقشه را تشکیل میدهد و غیر از این جمع باز گرمخانه‌های موسمی قطعی در میدان 1 هکتار میباشد. امروز در گرمخانه‌های دائم عمل کننده از آن جمله محصولات‌های پومیدور باشد 0.36 ساتیخ، بادرنگ باشد 0.12 ساتیخ و دیگر سبزوات‌ها از آن جمله قرنفط بلگری و دیگر سبزوات‌های تازه 0.15 ساتیخ را تشکیل میدهد. و باز ما در آینده نقشه داریم که باز برای پیشرفت ساحه کشاورزی غنی گرداندن بازار با محصولات تر و تازه وطنی این نمود گرمخانه‌ها را هم جای نوی تشکیل جای نوی کاری برای مردم باز نقشه داریم و برای تامین بخطری امنیت غذاخواری که میدان‌های گرمخانه را ما زیاد گردانیم. در خواجگی دهخانه به نام مرادعلی در پهلوی این گرمخانه باز یک گرمخانه دیگر موجود است. در یک وقت با پومیدور خواجگی داران اینجا با جمع‌آوری حاصل بادرنگ شروع کردند. در فراوانی حاصل گویا اینجا بین گرمخانه ها مسابقه رفته ایستاده است. از روی مشاهده حاصل بادرنگ این گرمخانه از پومیدور گرمخانه همسایه کم نیست. این بادرنگ مزه توران کوهستان را دارد. همین گونه بادرنگ همه روزه از همین گرمخانه زیاده از 100 کیلوگرم به بازار برآورده می شود. طبق اطلاع دهقانان حاصل جمع‌آوری حاصل زیاده از 1 ماه دوام می کند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسی برای برنامه اطلاعاتی نوید.